به شاهزاده گلک شاهزاده گلک شنی خیلی هست جانجان خیال هستی آقا خوبه جانجان پای گلک جان کجا بودی خودی خیر خوب رفتم علف آوردو سلامت باشی جان شکر محترم خوبه ها شکر الهی شکر الهی شکر پا گفتایه خیرتی شکر سلامت باشی دیگه خیرتیه زنده باشی همواری حیات ببره که من باور دارم دمی که پشت دادم یکی ولدشتم بو خوردم دیگه را چیرو چپاو شد چی پشت دادن گله؟ مینو؟ کجا بوده مینو؟ مینو دیگه من دادی من عروس کردم چی میگی؟ دادی من گلک جدی گپ بزنی دادی من لیلا را عروس کردن دیگه کلک کنده شد غلی بالا چطور عروس کردم؟ دادی من بیام از مرتبه گفت تک برار به شما همه 7 لک مینو خودی چیز خودی شیرینی خوری انا دیگه بالاخره من نمیفهمیدم عقل کمال من یک جله میکشه یک بار بابا من گفت که مشکل نداره شما چون 10 دفعه کمشا خورد پاره کردیم بیامدیم من یک بار گفت که 7 لگنه با همین گپار میده یک بار دیدیم چی شده چک که بوشید مینیارت نالی من صدا که گیلک و خیبی بیامدم یک بار گفت که ببول اینا پشت به تا خونه بده کور دارم مردم بخورم با دادی تو که ما خسرون بودین چند دفعه مدام اینا بیامد پس بیامدن شما گفتین دادی من به گریه شد گفتیم ما با شما خبر میدیم ما منتظر همون خبر 1000 فکر کردید بو سوختیم واسه زنگ جواب نمیدید دادی من به گریه شد چرا دادی من نمیفهم به گریه شد گفت چرا من بابام مثلا به زی مرتکک داده یک مرتککی هستم چی بدیدی بشی از خیلی بالا که ایتا کپینا که مثل کاسی لوش خربزه بری لشته وسط دنبی کلی هم غدودی مثل سنبگه ولمی قسمتیو اسمین بگو میشنسی کو بگو اسمیو به تا خونه پیاره میگفتن نیلولا یار گیلک آدم نامردی بدیم شما چرا؟ یار تو خیلی آدم نامردیه که خاطر به تو میدادم مادر من میتوان خونه منتظر همین شیشته هم که شما خبر بدیم به ما مادر من خبر نداره آخه ما با دادی تو خستون بودیم چند دفعه بیامادی به سر شما دیگه دادی من دیگه بالاخره دیگه بابا من گفت پولای خیلیه دیگه نیلی چه عباس سیکو تو لیلا که عروس کردم من خودترکی و ماستم مادر من برفتم به خصوصی از او پرسیده بود که لیلا خوش داری عروس ماشی رضی هستی گفته ها از شما کی بیتر با من سیکو توی ماما نوروزه تو سیکو تو ماما نوروز اشته آدم ظالمیه با چقدر خسرون بودیم هر سال مادر خوره میکنم به سلام ماما نوروز اینا میگفتم به شما خبر میدیم ما منتظر خبر آخر هم لیلاگه عروس شد وای خدا تو رو در کنم ماما نوروز مادرم خبر شه باز چطوری؟ ماما نوروز چطوری؟ جانجوره خوبیم بخیری؟ شکر زنده باشی میگم تبریک باشه خیلی زیاد تبریک باشه از چی؟ از چی؟ از این کار خیر شما تو چی خبر داره کار خیرمو؟ ای ماما نوروز خبر میشیم دل جمع باشیم من خبر دارم منتها ماما نوروز خیلی باشه که ما کم اقتصاد ما ضعیف بودک مغزر پولی که به شمال پیشکش دادم مغزر پول نداشتیم بفهمیدین؟ به خاطر از اینکه یک دفعه 2 دفعه مادر ما به خونه شما یاد کرده بودن که بلکم این معامله ما شما باشه 2.5 ساله از ما بیشتر نستونین حالا که ما میته خبر شدم دختر خو به 7 لک عروس کردین مشکل نداره تو چی خبر واقعا هم که پول بد چیزی بوده نه تو چی خبر داری؟ ماما نوروز یک مطلی هست میگه اگر راه دوره خبران نزدیکه بفهمیدین؟ ولی مشکل نداره ما خیلی دختر شما خستون بودیم مدام چند دفعه ما شما گفتیم شما خبر میدیم ولی حالا کم ببین عباس این نصیب شما نبوده بابا
بفهمیدی تو که 100% که نصیب من تو نبوده. بابا که بیام دو تا خونه بشیش با 7 لک روپیه هم با تو میدون کاکا تا خونه خورم تیار خاطر پولدار بودم. خب دگال یا به واسطه پول بود یا واسطه دیگه چی بود که من به دختر خوب دادم خاطر پولدار بودم. ما از خود بودیم تای منطقه خونه هم دیگه بودیم، همسایه بودیم، رفت آمد داشتیم. درسته خیلی باشه، مشکل نداره ما نوروز، مشکل نداره. خب دیگه چیکار کنم هیچی ما اونو چیکار کنیم؟ یعنی 7 لک بیشتر یا ده مثل لک 2.5 لک مادر کن به شما که معلوم داره ما افلک بیشتر دیگه. ما نوروز حالا که کار از کار تیر شد، بفهمید شما میگه نصیب نبوده، اما باید انسانگیریت هم کمی ارزش داشته باشه، بفهمیدین؟ شما باید ایران فکر میکردیم شاید همون دختر شما دل ماست باشه که مربوستونه، شاید 120%، یعنی شما چی بگم 1000% دل ما ماست باشه که همون دختر شما میستوندم، ولی حال به پیش شما هم افلک ارزش داشت، همسایه داری و حق همسایه نه ارزش نداشت، به قصه نبودیم، بیگانه بود، کی بود فلان بود، اما افلک مهم بود. حالا که مشکل نداره. خیلی سردل داری کوکو. صحیحه. من نمیتونم خودتو بگیری. مبارک باشه. سلامت باشه. ماما نوروز سعی کنین انشالله که سفید بخت باشه. زنده باشی. خیلی نامردی ماما نوروز، خیلی نامرد بودی. حیف تو لیلا، حیف تو. خب بکله کارتو دور به رو هوا میپلیدم به زمین پیدا شدی دیلا کچره؟ آدمای غلط نمک بارون پول دوست اثر شما نیه دیگه به روی دنیا نیه. خیلی کمال کردین دختر خور از افتر بیا پینا که مثل غال مار برید بلش میزنه. دیلا امرو خوارم زنگ زد به مدر مینا که بخزن دست جمی بیان به خستونی به خونی شما که باکو کلا کنی دختر بکنم با عباس. آخه شما اشتبه داریم به نورالله. من تاچک و سوالی اگه تریتین من بلدم و میشناسم. حالی برای ازی ندادیم که به چیزی صنف 11 کار خلاص میکن برفتیم به اون تریکی دادی. فکر میکنیم به خاطر پول خوار خور سفید بخت کردیم شما. کینه تریکی؟ نورالله تریکی. تو از قال تریکی چی میشناسی که میگی تریکیه؟ برو کاکا تاچک و سوالی اگه به من معلومه. نورالله تریکی به نومه. مدرم اون جوگا آمادگی خود گرفتن رخت و لباس خوب برخو کردن وخیستن که مستن بیان بخونی عباس اینا. یک دفعه مدر عباس زنگ میزنه که نه این که دختر ماما نوروز عروس کردن. یعنی کارا خوبیت داره. آدم به خاطر پول میزنه روزگار دختر خود سیاه میکنه که پیار تو که کجا تریکیه؟ در دهن مبند باشه مال به صفر قنون نشه نمیشه گیلن. به صفر فکر میکنی خودی پینک لشتی خوب آدم خوبیه. تو از اون غلا مرتگل میشناسی؟ نه نمیشناسم یک تو پیار تو کار میشناسم. برو کاکا. پیار مگفت داده تو که تابده. نواد سالمالی او کلونتر دادی تو. داده مگفت که داده تو پیار مگفت داده تو نسبت دار کنه گفت که با تو باسکلی هم میخرم یک گوسالی هم به خاطر پول کردیلم. یه همه کارار پیار تو به خاطر پول کرد. عباس خاطر کمک غریبتری بود، نورالله کمک داراتری بود. وقتی پولار بیاورده پیار تو نشون داد گم من یک ضرب به تو پیشکش میدون دختر خوبتی به من پیار تو هم بداد به او به عباس نداد. مگر گپ پد اینا به سر پول شد. این کارا خوبیت نداره. خدا دادی میتونم مردم داری همسایه داری مگر ببینه. ما اون دادی خود میفهمیدم تا گاهی وقتی گپ میزد انا چیز میگفت که من عباس مایم مثلا ایتا بابا من گفت که پول چیزه؟ پول بیتره. ها دیگه. آفرین. ما پولدار میشیم حالا دیگه. بیخی. نه. خواهر تو که بدبخت شه بخونیم مرده نواسوالی کاری بفته او همه نداره. به خاک کاله چی خرجش کمیده؟ همون راست بیدم میگه کاری که پول میکنه گل نمیکنه. شما مال به خاطر پول بزدیم روزگار خواهر خوشیا کردیم به بچگی صنف 11 12 ندادیم برفتیم به بعد 20 خب گپ پیرونه با برار خواه عباس خوشی خواهر من بستو
برو کاکا برو، ما از شما به دور باشیم از 77 بلا دیری. برو کاکا، ما خوار بی عقلتون نماییم، میریم عباس خوردادی مربی ترین جای نمزاددار میکنیم تعودیلی. و برو واسه چرا خود من جنگ میرم، دختر منه. ما دل ما درد میکنه که ما هر روز اول پا پیش کدیشتی ماسی مرمون خستونی کنیم. عباس خودی رزی بود خاطری به دو خوار تو خود به کله کرد تو گپ خودفتی عجیت بجمی تگردانه بابا سنگ من دیور ندار. نه بد کردم تجید جو بد کردم. بدی سنگ وجودی به کله تو ناوردم منی. اصلا تو فکر کن من لکه بد کردم. خاطری برو جیکه پیدی نسی نکن. چشم برو چشم. خیلی سلامتی. چی گفت؟ تبریک باشه. چی؟ با خون پیشی علی چپ میزنی، نمزاددار شدی، دختر مامان نوروز او غلطیستوندی. دیگه نصیب و تقدیره لالا رمضان. سنکو لالا رمضان نمیشد دیگه. خدا بیامرزه هر روزه که امی زن خدا بیامرز بمرد، یعنی به چگاه من بی سرنوشت بمرد. خود من برات کار غریبی ها بودم نمیشد دیگه بی سرنوشت بودی. گفتم باشه که جای باشه لاقل هر که در خونه ما میشه دیوم من بالا سر امی به چگاه میاگه مادر استاد میشه. تو ایشته شد که تو به زور غلط دختر مامان نوروز پسند کردی که بستونی. نصیب و تقدیر گپ بزن. نصیب و تقدیر معمولی برفته بود که مگر میرفتم اونجا خوشی میکردم خودتون. خوبه دیگه پس مبارک باشه. گپ بازی بزن که کی بخیر مجلس برا میندازی که باز پس شور و هیجان به تعمید دی و پاشه دیگه. هرچه نباشه ما دوست طرفه دیگه و سر مجلس ها مجبوریم شیشته باشیم. هنوز کلال رمضان نه امروز کلاک کردم. میشه به خیر خوشی. باز ما و شما خودی هم دگاریم. مجبوریم شما به درد ما بخوریم من به درد شما بخوریم. ما به خدمت رسی چند پیشکش کنه. پیشکش نه گلالا. چرا؟ البته مفته دادم به تو. نه کاش که مفته میدادم. 7 لک روپیه والی ما پیشکش کردی. 7 لک؟ بله او. چی میگی نورولا؟ برار خوبه گردم پا اردو پا خوربم یک کوشکا. و 7 لک روپیه پیشکش دختر من خوشی که فوت کنونی برو برات کار خوب. من مجبور شدم قبول کردم. یاره دیگه 7 لک پیشکش بودی حداقل هم نصف پا تو جایز میده. بابا جان کاش که جایز بده حتی جایز هم به جام نکرده. گفت اگه چیزی به دختر خود تیار کردم نکردم امورم تو عقل دهی. وا بیلا دیگه جوار افتاده بکو تو 7 لک روپیه جایز هم به جام خود تو. به خاطر همین اولاد خو که بی سرنوشت بود لالا رمضان. دیگه جا میرفتی دیگه. فهمیدی؟ با خوبه یک خوبی داره تو جایز نداری خونه داری خورکود داری دیگه خونه داری دیشتی دیگه. خب دیگه باز اگر خوش کردم اینا خوش کردم نکردن مجبورم چیز چاره که یک 50 60 هزار بیستونی بس دیگه. مقصد هر کار میکنی زودتر مجلس ها شروع کن. همین پیشکش هم به 2 قسط کردی استلالا. گفتم اگر میتونی به یک دم بده اگر نمیتونی به 2 دفعه مگر پیشکش مکمل خلاص کن. این مامان نوروز ایشته آتش از این تندی مثل که پول بکار دیسته. ها دیگه. خود اونا کوپولار نمیارم مگر ما بیایم به در سر اونا. کی نه؟ خاله جان ببخشیم گیلک یا ماه نوروز به سرایم؟ نه به در شدم نمیفهم کجا رفتم. چی می؟ خاله جان ما برادم می پولا قرض خو آمدم. چه پولا قرضیه؟ ما شامد دیکندار. اسم خور بگو. شامد دیکندار. میشناسم خوب. همون پولایی که بیامدیم پیش ما ببردیم همون سودا که ببردیم برادم اینا آمدن 4.5 خب حالا من پول کجا بیارم؟ به چی خوب بگردم؟ هیچ کدوم من به سرانیم. آخه خاله جان دختر خون نمزاددار کردیم پول نداریم. خب دختر خون نمزاددار کردیم از کجا بیاریم؟ بابا پول دادن که بابا شما پول بیاری. اینه به سر همون خیشی که میکردیم به سر دستمال پول ندادم. نه کجا دادم؟ تو بیامد اینجا کدام سر تک تک میکنیم ما بجستیم یا پولاتو ما شما رو بخوردیم. خب اگه نجستیم چند وقت میشه شما چرا پول نمیاریم؟ خاله جان پیار من میته خاله بگیرفت و به تعدی کن که بزینا همسایات اگه به قرض ندی حالی بردم پولار نمیارم. برو گپ موس بزنی که به در سرا بدی پول آخر مایم. خب راست میگم خاله جان پولا ما نمیدیم. نداره مالی برو. دیگه نه بدم سر برات پول. من میرم منال پیار خوره میکنم در سرا شما صبر کنید شما. کلیم تو سکو. گپ زدن یاد نداره بیان درس پولی هم بده پولی هم بده.